هفته گذشته یک مراسم خنده‌دار روز ارتش گرفتن تو رژیم که اگه 100 تا فیلم میساختن در مورد زوار در رفتگی ارتش آخوندا اینقدر گویا نمیشد. یه مجری بسیجی بوقلمون دارن که به هر رنگی در میاد. این دفعه آوردن رنگش کردن به عنوان ارتشی. روز ارتش جمهوری اسلامی رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، خدمت همه سربازان مقتدر و دوست داشتنی ارتش جمهوری اسلامی تبریک و تهنیت میگم، خدمت همه مردمی که به ارتش علاقه‌مندند و دوستشون دارن به خاطر برادری‌هایی که در دوره انقلاب از اونها سراغ دارن. لابد منظورش قتل عام 17 شهریوره. به هر حال برای زدن رکورد بادنجون دور قابچینی اینطوری تلاش کرد. از بهترین لحظات برنامه ما گوش سپردن به سخنان گرم و شنیدنی امیر سرتیپ پوردستان، فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران هست. من از حضور با کفایتشون دعوت میکنم تا از این سرچشمه فیض بهره کافی و وافی رو ببریم. کافی و وافی و تافی و همه رو به هم دیگه وصل کرد و این سرچشمه رو فرستاد بالای سه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض ادب به ساحت مقدس سلام علیکش که به اندازه یک سخنرانی کامل طول کشید. حکایت همون یارو بسیجی است که ازش پرسیدن این پل عابر پیاده اینجا فایده‌ای داشته تا حالا یا نه؟ گفت با یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با بزرگداشت یادگار برحقش حاج احمد آقا و با یاد یادگارش اون یکی و فلان اینا و با سلام از راه دور به مقام عظمای ولایت و خلاصه یه دور تو مقامات زنده و مرده نظام زد. آخرش گفت نمیدونم، من مال محل نیستم. حالا ما همه این صحبت‌ها رو که الان با هم کردیم اون سرچشمه هنوز تو سلام علیک و مقدمه است. ولی امر مسلمین جهان و مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی. این حالاها کار داره. به هر حال از اونجا که تو رژیم هر کسی ادای یه چیزی رو که نیست در میاره، این سرچشمه جلوی یه مش ارتشی وارفته که زیر آفتاب هم مونده بودن و خودشون رو دیگه باد میزدن و ساعت نگاه میکردن، بی‌حوصلگی میکردن، شروع کرد به شعر خوندن در نقش یک ادیب لابد. اینقدر فاجعه بار و غلط غلوط خوند که با وجود همه ادیت هایی که تو تلویزیون تیویش کردن و اغلبش رو تو پخش تلویزیونی حذف کردن یا کوتاه کردن، باز نتونستن نجاتش بدن. از جمله شعر سعدی رو که تو کتاب‌های فارسی راهنمایی هم هست غلط خوند. یکی نیست میگه خب اگه مجبوری. میفرماید به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز که چون سیل برآمد صد نشاید کرد. منظورش این بود که وگرنه سیل چو بگرفت صد نشاید بست. ولی چی میگه؟ که چون سیل برآمد صد نشاید کرد. بعدش هم مطابق همون قانون رژیم که هر کس باید اون کاری رو بکنه که اصلاً لیاقت و صلاحیت و سوادش رو نداره، یه سری رو به عنوان خواننده فرستادن بالا که چشمتون روز بعد نبینه. ارتش خلق ایران سوی دشمن از زمین و آسمان ندود جز راه حق و راه دین چون گرفته درس مکتب از قرآن. مربانان به امید و پاس ایران این ستم سوزی مبارک باد. مفهوم وحدتی سرباز کشوری فرزند ملتی. واقعا که دشمنان نظام اگر بعد از این قدرت نمایی جا نزنن دیگه قبول نیست. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی شده با کویست